نیت. آن نیت است. نیت نماز جنازه چه قسم است؟ از رسول اکرم صلی الله علیه و آله هیچ نیت نماز جنازه، نماز عید، هیچ از نمازان نیت لفظ نامده که پیغمبر هم گفته باشه که نیت کردم ادا سازم چطور که هیچ نیست. همونطور چه قسم بود؟ بسیار آسان بود. نیت چیست؟ در قلب است. وقتی که اومد این نماز جنازه ساشی در قلب چی است که مال فلان چی میکنم؟ نماز جنازه میخوانم. پشت کی میخوانم؟ تنها میخوانم یا پشت مولوی صاحب؟ خلاص قلبت است. از این خاطر در عصر صحابه کرام وقتی که این نفر در نماز جنازه کمی میرسید بدون از اینکه استاشه الله اکبر می. در افغانستان چیه؟ نه باید نیت بوی، نیت کردم بخوانم. مثل چی وره؟ مثلا ما شما نیت داریم، من کسی رو پرسان میکنم ببخشید بعد از در چی نیت داری؟ میگه والا من نیت دارم که برم میدان هوایی، در دو سرکی میدان هوایی خبر هستم. این حال دیگه تو مجبور هستی اینجا بگی نیت کردم سوار شوم در یک موتر یا سوار شوم در موتورسیکل و یا نیت کردم اگر کدام من دیوال پیدا شد در موتورسیکلش سوار شوم باز از راه باز بروم به چیز سرای شمالی و از آنجا یک دو کیلو کچالویی بخرم و بعد از او سر موتورسیکل دوباره سوار شوم و بعد از او برم در راه سرک میدان. اینی نیت زبانی شد. کی میکنه نمیکنه؟ اینه. اینا اگه برای یک نفر بگه که صاحب نیت کو برم تو میدان هوایی و مجبور است که 15 دقیقه نیت چی کنه؟ جور کنه. اما اگه مجبوری بیادر چی نیت داری میری کتما و میگه والا نیت ماست که تو برم بالا شد در موتورسیکل بریم بخیر خلاص زایده. نماز جنازه می نماز وقتی که نماز جنازه رسیدی الله اکبر خلاص نیتت است که جنازه اجرا میکنی هیچ مشکل نیست. او یکی میگه بیادر چرا نماز جنازه رو نخوندی؟ والا استاد نیتش یاد نداشتم. سیست پس عوض به دین فایده شد و برای ضربه رسید نرسید. او دین آسانه برای چی ساختیم؟ سخت ساختیم. هم بدعت شد، هم ناروا شد، هم مخالف عمل پیغمبر شد، هم دین برای او سخت ساخته شد. از او خاطر در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله قسمی نبود که حالش است. حالا مثلا یک طفل است، یک روز در مسجد نماز پیش شدیم، نماز صبح مرا پیش کردن. در یک جای بودیم ما گفتم برادر والا من این نماز دادن نمیتونم یک کمک حافظیم ضعیف است که سوره که خوب یاد داشته باشم در این نماز که پیش شوم یک قسم سر فشار میگه حالا غلط نکنم من کوشش میگی غلط نکنم اونجا خوب غلط میکنی که همین شروع کردم. حالا یک نفر صاحب اومد که نیت کردم بخوانم ترکات نماز فرض قطعی صبح خاص است برای خدا رو آوردم به طرف قبله یکی میگه بعد او نشد نیت کردم بخوانم ترکات نماز فرض قطعی با آخه السلام علیکم سلام مردم گفت چیه پس گفتم باشه قطعی تا که خلاص شد قرات برای خلاص که من نماز دادن نمیتونم بدارم ارمیال تو بخی یک نماز یک امامت قطعی بکو بخی ندانستم هر قدر دمینه من نماز کل فکر من بردی چی ضرورت است چرا دین سر خود سخت ساختیم.